اگر آجی مفهومی کلمه لا شریک لک را بدانه، بازو آجی صاحب در غار حرا وقتای خود تیر میکنه، در قبرستان ها وقتای خود تیر میکنه، در تلاش عزیز که تسبیح پلاستیکی را در دیوالی کعبه خوب بزنه، بماله، کفن خود اوجا بماله. همی آجی عقیده لا شریک لک لبیک داره. معلمین حجاج ما اینجا به مردم نقشه جور میکنه، طریقه حج براشون نشان میده. جناب علما، اول آجی صاحب عقیده توحید نشان بده که لا شریک بدانه. به الله قسم به طور امتحان میریم در میدان استاد میشیم، از عقاید پرسان میکنیم که یقینا مفهوم لا شریک لک را میفهم آجی صاحب یا نمیفهم. علمای ما نمیفهمه، در سر منبر پس بالا میشن میایه او مردم عریضیتان در پیغمبر پیش کردم. به پیغمبر گفتم که یا رسول الله افغانستان دچار خیلی مشکلات است، اگر کسی از پیغمبر کمک بخواه چیست؟ شرک است. ما از آجی خود گله داشته باشیم. این حالت ماست. مراسم حج نشان میده. اول ایره بگو که زمان این تلبیه را شروع کرده این مفهوم میدانست که لا شریک لک لبیک.